سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم هستم و در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه مهمان ما شادی شابدالوف، رهبر حزب کمونیستی تاجیکستان. جناب شابدالوف خوش آمدید به صحبت. تشکر از شما. سلامت باشید. جناب شابدالوف، کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان نتایج اولیه انتخابات پارلمانی را اعلام کرد و بر اساس گزارش این نهاد حزب کمونیستی تاجیکستان از حوزه عمومی جمهوریوی یعنی فهرست حزبی 2% رای انتخاب کنندگان را به دست آورد. چرا چنین شد؟ چرا؟ چون این مراتب شما با پارلمان راه نیافتید. اصلا من شما روی راست میگم. امین حکومت از وجود من در پارلمان درد سر شده است دیگر، چون که من زنده بود جناب عالی و این خیلی گپا را هیچ وقت نمیگویم. همون وقتی که لایحه قانون نادرست، من قانونهای دیگر و دخالت نمیکنم، صلاحیت پروکراتور سود و دیگر چیزا، این صلاحیت پرزیدنت است بین و یا چخیل حکومت تقسیم میکند بین سود و پروکرور و دیگر ملیسه و دیگر، این کار هو است. لیکن وقتی که مسائل اجتماعی دولت اجتماعی که باشیم برمی آید، من خاموش شده نمیتونم. این مسئله انداز است، نفقه هست، معیوبی از دیگر چیزا، نرخ برق است و دیگر چیزا به اولی من در نظر دارم. اینها من روی راست میگویم و این چندان نمیخوره، چون که بسیار میگن که زنده بود. حتی وقت چند سال پیش گفتن که ما استقلالت انرژتیک را به دست آوردیم، بعد 1 سال 2 سال دیگر فراموش میکنید. از زبان خود رئیس جمهور برآمد این گپ. ما گفتیم این گپ نگویید، حال استقلالت انرژتیکی اون طرف است، چون این استقلالت یگان دولت ندارد. سخن درباره، چون که این لوله های نفت و گاز و خطای برق در تمام دنیا پاش خوردن، شبکه و نفت و گاز و چیزا هم از با واسطه پاییز و با واسطه سیسترنا میبیاید. اینا یگان فقط امنیت انرژتیک گفتن در کار است. امنیت هم نداریم، چون که چند سال دیگر نفت و گاز خودمان را کار فرماییم و چندین استانسیون و نابهای برقرار کنیم، اون وقت ما امنیت انرژتیکی را تامین میکنیم. لیکن وقتی که ما این گپا را میگویم نمیفوره. من روی روز گفتم که برق تاجیک سبب مفلس شدن برق تاجیک گناهکار خود حکومت است. آیا فرصت نیست که مثلا در صف حزب کمونیست یک اصلاحات وارد شود؟ یعنی شاید چون بیشتر شما را همچون حزب کهنسالها مثلا در میان مردم نام میبرند، شاید یک سبب مثلا این جوانان را مثلا ما کمتر جلب میکنیم، نامزداتان هم مثلا جوان نیستند. این سوالات من جواب میدم تماما نادرست، چون که اکثریت عضویت ما این مردای و زنای تا 40 اکثریت مطلقش، او کلانسالا بسیار کم موندن، برجا مونده هستند که آدم بسیار که خدمت نابغه دارند در اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان. ما هر سال 1.5 قریب 2000 جوانان را جلب میکنیم، از جمله که استودنتان، دانشجو، دسنت، معلم ها، پروفسور ها، بچه های یاش، دختر های یاش، این خیلی یعنی ما اینا چرا وارد میکنیم؟ ما میدونیم که صف حزب که نو نشد آهسته آهسته تمام حزب کانسل میشود. ما خوشرو میدونیم اینا. جناب شابدالوف، چون شما میگید جوانان هم هستن در صف ما، خب اما مثلا در روی خط مثلا نامزدهاتون اصلا جوانی نبود. چرا نادرست ما در روی خط ما یعنی چهره‌های نو منظورم، چهره‌های نو 15 نفر ما پیشنهاد کردیم. از اینجا 3 تا زن، اینا زنایی که عالم هستند، یعنی نامزد به فلسفه، نامزد این اقتصاد و اینا 3 تا زن، یک تا شهر دوشنبه، یک تاش از این غازی ملک حاضر، این یک تاش از خوجند زیده. غیر از این 2 تا دیگر مرد هستند که نام جوان هستند، چهره‌های نو. یعنی ما اینا به نظر گرفتیم. شما ببینید که 80% 90% 95% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 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
یک چهره نو میبیاد و یک باره در چیز او از چه شروع میکنه در پارلمان. پارلمان این یک مکتبی هست که از دانشگاه دشوارتر. کسی که در پارلمان حداقل 2 سال فعالیت کرده باشد همه اعتراف میکنند که پارلمان یک دانشگاه سیاسی هست. دانشگاهی که مردی که کدام تخصص نباشد، اگرونوم، انجینیر باشد، یوریست باشد، همین جا سیاست. یوریست بودن معنای سیاست نیست، اگرونوم معنای سیاست نیست، انجینیر معنای سیاست نیست. سیاست انمی مکتب سیاست در تمام دولت‌های این پارلمانت است. استاد، تحلیلگران بر این نظرند که حزب کمونیست در این انتخابات قربانی شد. یعنی منظورش این هست که چون تلاش‌ها برای بیرون کردن حزب نهضت وجود داشت و به خاطر آنکه حزب نهضت را از صحن پارلمان بیرون کنند باید یک کس دیگر هم قربان شود، باید حزب کمونیست هم بیرون نشد. این اساس دارد سخن شما. سببی که شما گفته قربانی کردن و قربانی نکردن و نهضت اسلام البته ایدئولوژیش دیگر است، او کمونیستی نیست نهضت اسلام، لیکن او کبیری اصلا ملا نیست. او یگان مدرسه را تمام نکردند، مکتب دیپلماتی تمام کرد. در همین پارلمانت هم او سوالایی که به میان میگذارد، او سوالایی مثل یک ملا بر این سوال پیشنهاد نمیکند، همچون یک تحلیلگر، یک آدمی که دانشمند و اعتراف کردن در کار. از لینین هست یک مقاله هست، او پارلمانسکوم کریتینیزمی، یعنی ابلهی پارلمانتی. معنا همون که رفتی در پارلمانت و با همین قانون حکومت برجوازی که حاضر هست، کپیتالیستی که حاضر هست، با همین قانون و ترتیب میخوای که جمعیت دیگر کنی، این ابلهی است. لیکن پارلمانت یک منبر است، تریبون است، کمونیست‌ها باید وارد شوند. سبب اساسی وارد شدن ما بر پارلمانت همین است. ما میدونیم که این ساخت این کانستیتوسیونی را ما با واسطه پارلمانت اصلا عوض کردن نمیتونیم. این تماما امکانیت ندارد. ایگرات چوجیم правилами на чужом поле. برای من ما اصلا برای ما همچون منبر ضرور بود. ما همین درست استفاده بردیم تا حال و در آینده هم. لیکن اساس فعالیت حزب‌های سیاسی این حزب سیاسی باید باشد در پارلمانت، نباشد باید همون ایدئولوژی خود، سیاست خود در جامعه پهن کند. آهسته آهسته جامعه پخته میرسد. خب استاد، شما پارلمان آینده رو بدون هنگونه که خود شما هم گفتید به اصطلاح وکیلان پررو و با حضوری نمایندگان احزابی که نماینده اونها وارد پارلمان شد چگونه می‌بینید؟ من اینم گفتم این پارلمان یک فراکسیون داره، همین یک فراکسیون میمونه. دو فراکسیون که دویم فراکسیون حسابی این اگراری با چند تا وکیلان دیگه تأسیس می‌کنه، او دوم همین فراکسیون است. یعنی فراکسیون علیحده نیست. یک نون که دو بوله کرده، هر دو بولکش نون است. این طرفش هم نون، اون طرفش نون. این فراکسیون همین خیلی است. وقتی پارلمان از یک فراکسیون که سیاست داخلی بیرونی پرزیدنت همه جانبه دستگیری میکنیم، همین خیلی گپ میزنند و این یکون تغییرات وارد کرده نمیتونه. اما قانونایی که مدیل هستند در اسنگ قبول شدن در همین شرایط درست میکنند، یک لوخ گذرانده میگیرند. من فکر میکنم که در بین اینا یگان آدم جسور هم پیدا نمیشود که گوید که پرزیدنت جناب عالی این لایحه‌ای که پیشنهاد کردی غلط است، این نادرست، اینا گردانید، از نو همین حکومت کار کند. این گونه جسارت من از تجربه همین سه دعوت در سزی پیشتره، در دعوت پیشتره سه دعوت حاضره من میدونم که خاموش میشینند. فقط یک ما سیاست جناب عالی را
هم داخلی هم بیرونی همه جانبه دستگیری میکنیم. من از زبانم این گپ هیچ وقت نمیبروید. چی خیلی سیاست همشه دستگیری که کرده برای در خلق دموکراتی وارد شو. چیکار میکنه در حزب کمونیست یا در حزب سوسیالیست میشوی یا حزب اگراری میشوی؟ برای اونجا وارد شو. سیاست همه جانبه دستگیری کن. اینم چی است حقوق وظیفه حزبیتون هست. هیچ کس دوام نمیکنند. حزب باید سیاست روبرش دستگیری کنه دیگر. من همیشه میفهمم. خاموش میشینه یک لخ میگذرونه. یعنی پارلمان بی‌بحث. بی‌بحث. همیشه میشه. خب جناب شبدالوف، چون پس از اعلان نتایج اولیه انتخابات پارلمانی شما گفتید که به هیچ کجا مراجعه نخواهید. بله. من گفتم که هم پروکراتور هم سود هم حکومت های محلی از ولایت سر کرده تو محل چیز هم شهری اینا همش در زیر نظارت از روی حاضره پرزیدنت جمهوری است. در زیر نظارت او هست. اینا را پرزیدنت پیشنهاد میکند، مجلس ها اینا را تصدیق میکند و اینا در زیر نظارت هستند. اینا از زیر نظارت پرزیدنت یک قدم هم دور رفتن نمیتونند. اقدام بعدیتون چی خواهد بود؟ همچون یک رهبر حزب کمونیست باقی خواهید ما فعالیت ادامه بدین یا که منتظر وظیفه هستین؟ نه، ما در عمرم یگان وظیفه را درخواست روی راست میگم. قور مکابش مرا پیشنهاد کرد رئیس شورای عالی بعد از رفتن پلایف از بدخشان بود. گفت برو و از اونجا شما روید. من نگفتم، گفتم قدری نسل رو برود. ما بسیار هستیم، وزیرم هست و این رکتور هستند و من اونجا شروع بدارم قدری نسل رو رامون نبیش دو وظیفه را پیشنهاد کرد جای جنت باشد. گفت که بیا ویسی پرزیدنت شب، نایب پرزیدنت، اگر نگویی رئیس پارلمان شب. این دو وظیفه پیشنهاد من نگفتم. این امام علی شریف هم چندین وظیفه نمیگویم، وظیفه بسیار بلند، وظیفه قطاری نگفتم. سبب یک، وقتی که وظیفه گرفتی وابسته میشوی، آزادی از دست میروه. آزاد کسی است که از یک کس وظیفه نگرفته است. انا وکیل قطاری تو مؤسسه زیر میکنم سخن میدادن، سخن میگفتن، سخن میبریدن، رفته اونجا با خبرنگارا صحبت میکردن. 10 دقیقه 15 دقیقه همون سخن من میبرامد در پارلمان چوب. من اصلا از وسایل اخبار عامه بسیار حزب ما منتدار است. پس سرنوشت شادی شبدالو و حزب او چی میشه؟ سرنوشت من معلوم است. من راست گپ علمی بابای من شیرینشاه شوبتقوی پدرم بود. یکی از پایه‌گذاری حکومت سوویتی در بدخشان بود، در منطقه یعنی بلجیان بود، چند جای دیگر شناخته. رئیس تیک میگفتند، یعنی پرزیدیوم شورای عالی اون دوره. سیف الله عبداللهیف دویم کاتب کمیته مرکزی بود. پیش نرکم زملدیله، یعنی چیز وزیر کشاورزی بود، وزیر صنعت هم بود، شخص سیاسی بود. کاتب اول چیز بود، همین استالین آباد بود، ایسور بود، یعنی شخصا بود. پدر منم کمونیست بود، عمک‌های منم همش کمونیست. من از حزب کمونیست یک وجب دور نمیروم. یک یعنی از مسئله ریاست. البته منم برنامه میدونم که سن سال ما طرف ما هم تیار میکنیم آهسته یک باره از عضویت میگیری، یک باره رئیس میمونی، حتما او را فریب میکنه. یک وظیفه وعدش میکنند یا یک وظیفه. این سیاست گفتم که بسیار دشوار است، پخته میرسد. همین رفیقا هستند که بعد از وظیفه با سن سال یک سو رفتن همینا کاری ما را دوام میکنن. لیکن فقط مارکسیست لنینیست باشد. این خیلی جاه طلب و چاپلوس پدخلیم نباشد. تشکر میکنم جناب شبدالوف. در صحبت ما بودند شادی شبدالوف، رهبر حزب کمونیست تاجیکستان. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. تشکر شما. سلام.